اینا که میبینین انجیرای خشکه، این از بعد به شروع مرحله به مرحله در حال اسلایس کردن هستیم. یعنی آماده میکنی به این صورت تا این اندازه تیکه میکنی که بعد اون شستشو بشه و بره برای سرخ کردن، که بعد تمام این مرحله برای شیره انجیر و معجون انجیر که قراره تا یک هفته دیگه جشنواره انجیر تو گلوگاه برگزار بشه و اینا رو ما بتونیم تو نمایشگاه عرضه بکنیم و از لحاظ کیفیت بهترین کیفیت و بهترین نمره رو داره. مدیر مسئولشون هم رویای کرامتی فره که معروف به رویای خاجیان، که به زودی تصویر مدیر مسئول خودمونم خدمتتون نشون میدیم. لایک دارین. این مرحله اول امروز 5 مرداد 1404 داریم آماده میشیم برای 15 مرداد 1404 جشنواره انجیر تو گلوگاه.